وزارت کورای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن دو آدمکشی و یک سوءقصد به کشتار در یک روز ششم سپتامبر خبر داد. این سه جنایت سنگین شام ششم سپتامبر در بین همگی 2 ساعت از ساعت 18 تا 20 در دهه نجانی در کنار شهر استرافشان، دهه سنگتوده نویه رودکی و دهه ازبک قشلاق نویه جبال رسولوف روی دادند. تخمینا ساعت 18 مرد 46 ساله ساکن دهه نجانی شهر استرافشان از روی خصومت شخصی با مقصد اذیت محروم ساختن با کارد مسلح گشته به خانه استقامتی مرد 29 ساله امدیهش در آمده یک مرتبه به قفس سینه او زده است. در نتیجه نام برده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تخمینا ساعت 19:00 مرد 30 ساله ساکن دهه فیض‌آباد نویه رودکی به خانه استقامتی خسورش به دهه سنگتوده همین نویه آمده با کارت همسرش زن 29 ساله را 9 مرتبه به عضوای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. و تخمینا ساعت 20:00 مرد 37 ساله ساکن دهه ازبک قشلاق نویه جبار رسولوف در حالت مستی در خانه استقامتیشان با همسر برادرش زن 40 ساله جنگ و جنجال نموده با کارد 2 مرتبه به قسمت گردنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در رو به بیمارخانه جان داده است.